کمک همدیگه بکنیم. ای که دستت میرسد کاری بکن. الان قبل از رمضان هستیم با فاصله خیلی کوتاه. هر کسی به خودش مراجعه بکنه، از خدا بخواد که خدا این فرصت رو یک بار دیگه در اختیارش بذاره، میتونه میزبان خوب برای استقبال این مهمان گرانقدر ماه مبارک رمضان، ماه پر خیر و برکت که در شب قدر است و شب عید هست و یک فرصتی است برای بازیافت خود و بازنگری در پرونده خود. خدای ما را به رمضان برسان و رمضان رو به ما برسان و توفیق بهره برداری هر حد اکثری و خاتمه به خیری در پایان اون ماه نصیب ما بگردان. خدایا ما و همه عزیزان و خانواده هاشون و همه کسانی که دوستشون داریم به خاطر خدا، این جمع عزیز که امروز آمدن، خانواده های محترمشون، فرزندانشون، خدایا حفظ بفرما. ذره آبرویی که داریم خدایا حفظ بفرما. ما و فرزندان و دوستان و عزیزانمان را خاتمه به خیر بفرما و توفیق بندگی و خدمت به دین تو و خلق تو رو نصیب بفرما.